با سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی، همکاران عزیز. با توجه به اینکه بسیاری از دوستان سوالاتی در خصوص نحوه CD سازی برای ماکروآرنی داشتن، بنابراین لازم دونستم که توضیحاتی در این رابطه خدمت شما داشته باشم. همچنان که در ویدیوی قبلی هم خدمت شما توضیح داده شد، برای CD سازی ماکروآرنی ها از سازه های استملوپ استفاده میشه. این سازه ها اندازه 60 الی 65 بیس پیر دارن که در مرحله CD سازی به واکنش اضافه شده و باعث میشه که ماکروآرنی ها به انتهای این سازه اضافه بشه و سازه بزرگتری با اندازه 80 الی 85 بیس پیر ایجاد بشه. در واقع این اندازه کاملا مناسب دیتکشن ماکروآرنی در مرحله ریل تایم PCR هستش. خب دوستانی که از شرکت آناسلوتپ کیت های ماکروآرنی دیتکشن رو تهیه میکنن، همراه کیت ها بروشور کاملی خدمتشون ارسال میشه که داخل اون کلا روش انجام کار و نحوه انجام کار کاملا توضیح داده شده. با این حال من مختصر خدمت شما توضیح میدم. جهت CD سازی میزان آرنی که میتونید استفاده کنید از 500 نانوگرم تا 1 ماکروگرم میتونه متفاوت باشه. اگر میزان آرنی استخراج شده شما غلظت مناسبی داره، بهتره که 1 ماکروگرم از آرنی برداشته و CD سازی خودتون رو انجام بدید. اما به هر دلیل اگه غلظت آرنی استخراج شده کمتر هستش، شما میتونید با 500 نانوگرم آرنی 600 نانوگرم و تا 1 ماکروگرم استفاده کنید برای CD سازی و به راحتی ماکروآرنی خودتون رو شناسایی کنید. حتی دوستانی که نیاز هست ماکروآرنی رو در مایعات بیولوژیک بدن مانند سرم شناسایی کنن، یا برخی مواقع در واقع نیازه که ماکروآرنی رو در داخل اگزوزوم ها شناسایی کنن، خب میزان آرنی که به دستشون میاد آرنی خیلی کمتریه. مطالعات ما نشون داده که حتی با 200 نانوگرم آرنی CD سازی انجام بدین، قابلیت اندازه‌گیری ماکروآرنی رو در مرحله ریل تایم PCR در واقع خواهید داشت. حالا بعد مرحله CD سازی شما 2 ماکروید از CD خودتون رو برداشته و آزمایش ریل تایم PCR تون رو انجام میدید. اما سوالی که در این رابطه بسیاری از دوستان مشکل دارن و معمولا از ما میپرسن اینه که با چه دمایی ریل تایم PCR خود رو انجام بدن، یا اینکه دمای انلینگشون چه دمایی باشه بهتره. با اینکه ما برای بسیاری از ماکروآرنی ها از قبل این آزمایشات انجام دادیم و در واقع در استوک شرکت وجود داره و جواب مثبت برای ما نشون داده، با این حال با توجه به غلظت آرنی که شما استخراج کردید و همچنین نمونه‌ای که نیاز ماکروآرنی رو در اون نمونه یا در اون بافت اندازه‌گیری کنید، این ستاپ میتونه متفاوت باشه و نیازی که شما یه ستاپ مجددی رو انجام بدید. داخل بروشور کیت ما اشاره کردیم که دمای انلینگی که انتخاب میکنید میتونه از 56 درجه تا 60-62 درجه متفاوت باشه و پیشنهاد شده که بهتر است که شما برای مراحل اولیه کار دمای 58 درجه رو انتخاب کنید و ریل تایم PCR خودتون رو انجام بدید. در این مرحله شما نگاه میکنید به باندی که گرفته شده یا کروی که در قسمت ملت وجود داره، ملت کرو رو نگاه کنید. اگه نموداری مشاهده کردید، خب آزمایش شما جواب داده. اگه مشاهده نشد، تغییرات دمایی رو انجام بدید. یا بهتر این نکته رو من اضافه کنم که اگه ملت کروی که مشاهده میکنید نزدیک به دمای 80 باشه یا بالاتر از دمای 80 باشه، نشانه اینه که در واقع استملوپ شما CD سازی شما درست بوده و همچنین مرحله ریل تایم PCR جواب مد نظر رو گرفتید. اما اگه این ملت کرو شما پایینتر از 80 باشه، نزدیک به 75 درجه باشه، این نشون میده که دایمر پرایمری هست. در این شرایط بهتره که شما دما رو 1 درجه افزایش بدید و مجدد ریل تایم PCR رو انجام بدید تا به این نمودار مناسب و جواب درستی دست پیدا کنید. البته در این مرحله پشتیبانی علمی کامل انجام میشه. شما میتونید از
نمودارتون، روش انجامتون تصویر تهیه کنید و به شرکت ارسال کنید. تیم پشتیبانی علمی شرکت کاملا راهنمایی میکنن، همراه شما هستن و تجربه کافی در واقع در این زمینه وجود داره. و یه نکته دیگه خدمت شما عرض کنم که بسیار بسیار مهمه. بعضی از دوستان بعد از انجام ریل تایم PCR محصول ریل تایم PCR رو ژل میبرن برای اینکه مشخص کنن آیا باند مد نظر رو گرفتن یا نه، یا ریل تایمشون درست کار کرده یا نه. من تاکید میکنم که به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید، به خاطر اینکه به راحتی با ملت کرو شما میتونید شناسایی کنید که آیا باند شما درست هست، نمودار شما تو محل مناسب خودش هست و امپلیفیکیشن درستی انجام شده یا نه. با ران کردن محصول ریل تایم PCR روی ژل در واقع این کار باعث آلودگی آزمایشگاه میشه و واقعا از بین بردن و حذف کردن این آلودگی برخی مواقع غیر ممکنه، به این صورت که وقتی آلودگی ایجاد بشه تمام نمونه هایی که رام میکنید، چه تست شما باشه، چه کنترل شما باشه، چه کنترل منفی شما باشه، کاملا جواب مثبت رو خواهد داشت و شما دیگه نمیتونید شناسایی کنید که جواب درستی گرفتید یا نه. باز ما در خدمتتون هستیم در زمینه ماکرو RNA، چه در مرحله استخراج RNA، چه در مرحله cDNA سازی، چه در مرحله ریل تایم PCR. هر سوالی داشته باشید بنده در خدمتتون هستم. آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما دارم.